از این چطوره؟ خیلی خوش اومد به یکی از ویدیوهای مهیار ایکس. حالا ایکس رو همینطوری گفتم دیگه، حالا اسم چنل میخوام حالا ایکس بذارم، نه اسل یک وات چی شد. خب آقا دوباره اومدیم با ایکس باکس. خدا شکر دیگه جی تی ای و حالا که مثبت حالا هرچی هستش ریختیم. حالا بریم یه رو 20 دقیقه بازی کنیم، بریم سراغ ویدیو. Let's go. آقا بریم سراغ ویدیو. آقا اول از چه برنامه شروع کنیم به نظر خودتون؟ جی تی ای خوبه. اول جی تی ای. بله ماشین لوکس باشد. بچه من تا یه مرحله کشتی 20 سال شده لت کردیم. حالا فقط یه چیز میمونه که یعنی چطوری بخوام بهتون بگم، این مرحله مونده که والا من هیچی رو مپ نمیبینم. خدا خودیتون پولدار بی ام سوار. بعد بچه یه دونه این ماشینه رو گرفتم خب تو سندی شورت که اصلا آقا ضد گلوله است داداش حاجی. یعنی اینو من تعمیر کنم بچه بهم بگید که میشه تعمیرش کرد. اینو تعمیر کنم یعنی خدا اجداد خدا هم که نمیتونم این دست بزنم، بلکه ارتش هم یعنی منفجر که شاید بشه ولی چیز بشه. آهنگ قاعد کن دیگه داداش اصلا. به اینو باش بنازم. دقت کنید ماشین من 50 میلیارد قیمتشه. 50 میلیارد. ولی بچه دقت کنید تو حساب چی شد؟ تو چرا اسکرین شات بگیری دیگه؟ نه کنید تو قصه اگر دقت کنید نوشته بغل ساعت فرانکلین هست، ساعت 6 صبح 23 دقیقه هستش. بیاید پایین 29 دلار دارم من. بعد میگفتم پول دارم. این ماشینم از کلا خریدم دیگه، این همه ماشینم خریدم شده این دیگه پولم شده 29 دلار. نه اگر ABS نداشتیم ماشین اینا خورده بود. اسم این ماشین چی هست؟ لامبورگینیه فکر کنم. نه زنتورنو دیگه چی داداش بیخیال. این ماشین چینی دیگه پس. بله چینی که البته این باید نمیزن عقل خود مثل حالا بینید چینی. الان به خدا من این ماشین 3000 کورالی 3 میلیارد پول. 3 میلیارد چی شد؟ گوشی میداره بود یا علی. آقا من وحشی جی تی ای ام چون خیلی وقت بود نداشتم. چه غلطی کردی؟ بیا اینجا میخوام 2 تا آربیچی هم دارم فقط به خاطر بچه ها این کار نمیکنم. ولی اگر یه بار دیگه چیز کنه جدید طوری میزنمش که حالا ماشین هم نیافیدی اومد زیاد گاز نده. خب قوانین رو ما رعایت میکنیم. انقدر که قوانین رو رعایت میکنیم فقط چراغ قرمز رو نمیمونیم. همین آودی باشد، همین آودی تو ایران به اندازه روز بنتلی چیه بچه؟ یه به خاطری بگم چه سرت نمیده شما. رفته بودیم یه بار توی ساحلای نمیدونم کجا بود، توی رامسر بود اطلاقو بود اینا، یه دفعه بنتلی دیگه هست. چیه؟ ماشین بچه ماشینم اینجا داره، ماشین لوکس. این چی داداش یا علی چقدر خوبه ماشینش، ولی هیچی به منزه این اسمش بود زنتورنو نمیشه. فاز جدیدی که مهیار ایکس میگیره. خلاف هستم یا علی.
بچه ما 20 دقیقه دیگه هم داریم میریم. کنه یه دقیقه بایستی. اوکی اون میخوام واسه تأخیر. یا علی هم مثل پسر خالمه، ویدیوهای روبلاکسی میخواد میذاره و احتمالا چنلش رو سابسکرایب کنه. چنل منم سابسکرایب نکنی یعنی میام بالا سرت گفته باشم میام بالا سرت. ایه چرا آدرس خونتو بده میام بالا سرت. آدرس مسخره. ایه چرا اینطوری شد؟ نه دیگه بی خیال داداش. بچه دقت کردید که همیشه این مشکل فنی توی بازی ما پیش میاد یا تبلت آخر. یعنی من این تبلت رو باید دفع میکنم. گوشی مثلا تبلت دارم خودم، البته گوشی آیفون 8 دارم. حالا نمیخوام پوز بدم والا اصلا به دردم نمیخوره. مثلا خواهرم بود 1 تومن دادیم خریدیم. 1 تومن با 1 تومن یه دونه. والا بچه ها یه سه هیچی بکن راه بزرگتر حالت نمیشه مردی که بگه. نه آیا حالت نمیشه من کار دیگه میکنم. اکثرا اینجا ماشین خوبی داشت. حالا یه جامپ نمکی بزنیم. اینجا جامپ داره اصلا توی اینجا. یا حسین چند تا ماشین این هم چمده اینجا هست داداش. ایه به حق چیزایی نیده. مگه باتا هم عقل ندارم که اینطوری بکنن؟ نمیدونستم باتا مثل من عقل ندارم تو جی تی کارهای خرکی انجام میدن. داداش خیلی خوب پارک کردی داداش. نصفش فقط هواه. اوکی موقع سوار شدن حالا کل ماشین میاد پایین رو سرش خودش هم میمیره. خیلی عادی. زندگی رو دوست دارم دیگه. نباید دوست داشته باشه. Let's go. الان بالاش نمیشه. فقط مردم. چی شد؟ خداحافظ. در رو ببین. میخوام ارتشو بریزم اینجا، حتی نیروی الس هم بیارم. ببین اول خب ببین این ماشینی که داریم یه دقیقه بریم اینجا. پلیس رو یعنی هرچی من از دست این پلیس ها یا ارتش حمله میکنم. یه بار سوار جت شدم رفته بودم لامصبا از کجا از تو باند ترور با همین ترور رفته بودم. یهو زدن شتله کلن با هلیکوپتر هرچی چیز شد نابود شد. ولی الان قراره که حسابشون رو بریزم. شب بریم بهتر نیست؟ الان ساعت چنده اینجا؟ 9 صبح. خب 9 صبح دیگه خیلی خوب. خوراک مهیاریکسه. در ماشین من یه دفعه این دوز میاد اینجا. چه کاری بعد استار که مرسم نیست شات کنم. خیلی خودم دوست دارم. این چی اسمش هستی؟ کاردفرایف. خب نه همین شات کنم من میدم. ببینم سایلنس داری دیگه. نه متاسفانه سایلنس هم نداره. کلی کچلشون رو بزنم. بچه بخشی باز کیفیت بده. من تا 100 سال یه گوشی عوض کنم خیلی. خب 3 2 1. نه میترسم الان ارتشش بریزه رو سرم. ولی خب برو به درک سیاه که رفتی. حالا بچرخید دنبال هم دیگه. ببینم با این ماشین ببینم کی میتونه بیاد دنبالم. فقط بیاید اینجا. بیا اینجا ببینم کجا برمیری بچه. نه ایه چی شد؟ به خدا اگر با این ماشین بمیرم. ببین من که با موتور پرشی و آفرودم تونستم از شما فرار کنم. چه بخواد از این بابا این چرا لاستیک نداره این مگه؟ چرا لیز میخوره؟ یا بپیچ بویو علی
داداش من گیمر نمیتونم اینو ببینم. بعد چطوری پلیرها میتونم ببینم؟ داداش فقط کم مونده الس ارتش بیاد. برای خونه قدیم فرانکلین و ایه حدم از این مقداری میرسد. اگر کامیون داشتم آخ پمپ بنزین، بری تو پمپ بنزین. من که پرویی میرم تو پمپ بنزین. بترکید و اینجا اداره پیو بدبختی. بابا ای غلط کردی بابا. تو چوی غلط کردن نره. لاستیکا جفتشون پاره. چطوری من دارم راه میرم خدا دارم. یا علی داشت لا شیشه مگه نداره؟ ایربگ نداره این ماشین چرا؟ وات؟ داشت یه دقیقه بیا دیگه. خدا شکرت. داداش شیطونه میگه که یه اسنایپ سنگین برمیدارم. برم اون بالا یه دونه کفتر شکار کنم که آخرم پلیس بیفته دنبالم قتل هم کنم. که سو بنزین داریم دیگه. آره بذاری دیگه هیچ کن. یه ماشین فقط بیاد اینجا. یه ماشین میدید؟ یه ماشین بدید وگرنه دوستون اصلا نمیتونم. بذار ایپیو برداریم. بیا اینجا داداش. ببخشید آقا، ببخشید داداش. برای 5 دقیقه ماشینتون رو قرض میدید؟ نه بی خود میمونه. خداحافظ. این چاهای چیه؟ ببین بچه ها یعنی الان بخوایم بریم وایسا ببینم. از اونجایی که اون ماشینه رو من دیدم دیگه رفتم پیش کاستوم دیگه. تا اینجا الان بریم که واسه با این ماشین چه ماشین سواری بهتون بکنم که با اینکه خودتون دست خودتون نیست. بچه ها اکتارا پی سی اگر باشه خیلی حال میده بیشتر تا حالا پی اس و این چیزا. آخه نرم. ای خدا. پیکان که نمیشه گفتش ولی میشه گفت پیکانه. نمک. ویدیوهای علی گفتم ببینید. میخوایم بچه ها با بچه ها چی شد؟ میخوایم با بچه های خودمون یعنی منظورم علی و آرتین میخوایم یه سری جی تی ای آنلاین جی تی ای که نه روبلاکس میخوایم شروع کنیم. اگه ویدیوهاشو ندیدید خب هنوز بذار ویدیوهاشو بساز بعدم بگو ببینید. توی چندین روز دیگه البته مدرسه است دیگه. بچه تبریک میگم که دارید میرید مدرسه و از آن بدبختیتون شروع شده. و کلاس اگر همتون تو کامنت ها بگید که کلاس چندمید و بعد بر رو اساس نمیدونم بقیهش چی میشه سختیاشو بگم واسهتون. ولی خودم کلاس 5م کلاس 5م زیاد سخت نیست ولی 4م یعنی اصلا چی بخوام بگم انقدر سخته که آقا خیلی سخته. نه ولی اونقدر خیلی سخته فقط. خب چه ماشینی واسمون داری؟ وای باز این ماشینه یه موتور نداره داشت. بچه منم از همین باشگاه های مدرسه ورزش میریم. من یه دور از اون بیگ برد گرفتم. نه بیگ بیر نمیدونم بیگ بیر گرفتم. یه دونه خوردم همون مریض که نمیشه گفتم صرفه میکنم. اوه چقدر نور ماشین زیاده آجی حرام. نور ماشین اینقدر. حالا اگر نور ماشین های ایرانی باشه
تا 2 متر جلوتر بیشتر قد نمیده. حالا این ماشین کلاسیکه دیگه. فقط یه رفتن تو خدا اینجا کیف پولیشو بدوزی. من $2000 گیرم بیاد برم اون ماشین رو تعمیر کنم که به دردمون بخورم. باید اینطوری هم میزنم که چه همه اذیت شه. کرم نخیر این $2000 بده راه خدا. خب توی این موضوع بیشتر اعضای دزدی هست، پس همینجا فعلا انقدر میچرفه تا یه دزدی یه موتوری چیزی پیدا کنیم. موتور واکنش من وقتی موتور میبینم یاجی میدم من موتور تو میخوام. خیلی خب بیا اینجا خوشگله. وقتشی که عمو مهیار ادبت کنه. الان این لنت نره درد میخوام برای 1 ساعت چرخ بزنم. اگر من مردم 100 میدم که میمیره. بابا خرشانسلی باشد داداش. پول 16 تومن بیشتر نداشت. بدبختی وضعیت ما رو باش که به چه چیزایی. این موتوره یا پای میدم. بابا تو میخوای من سلاح دارم داشت. اوکی لیتس گو. بریم از بانک دزدی کنیم آجی. نظرت چیه؟ داداش کجا آتیش گرفته؟ یه سوال خیلی عجیب و مرطوب دارم. خب بانکی کجا بود؟ قبلا یادم میاد اینجا بود. آره اینجا باید باشه. با این موتور که ندارم. اوکی بچه ما 5 دقیقه دیگه باید بریم. فعلا سریع دزدکی کوچیک بکنیم از اینجا و سریع در بریم. اوکی اینم از بانک. خداحافظ شما. موتور اینجا میذاریم. خب گانو میگیریم. شاتگان به دست. ببینم کسی اینجاست. بگید اگر نیست من من که مسلحم. البینی پایین پلیس اومده. بیشتر کلمه تو چرا اشتباه میگم؟ کلت. همیشه این قسمت رو من چیز دارم اشتباه میکنم موقع این بانک. اوکی سلام. خب باید اینو بزنیم دیگه. آره ایول نه دیگه نشد. یه بار دیگه. اوکی بابک کسافت دل. بخشی راحت فروش بالاخره باز شد. فقط آخ الان بسته بشه چه بدبختی قرار بشیم. خدایا پول باشه پر از پول. لیتس گو. قبلا یادم میاد یه پول چی شد؟ داداش نگو که باید دونه دونه اینا باز کنیم. خب لیتس گو بریم باز کنیم. بریم چی گیرمونه. بابا 3 ساعت بعد. بله هیچی هم نشد. در واقع بخوایم بگیم هیچی هم نشد. چی؟ داداش هیچی. خب آقا وارد میشیم با شاتگان.
فقط کی جرأت داره بیاد، هیچ پولی هم توش نبود و اعصاب محیرم خورد. خب اوکی. وات پلیس افتاد. نه تو مپ که نه اینجا تو جی تی هم سن آر دی اس. نه سن آر دی اس که اینطوری نیست، شاید سن دی اس باشه. خب آقا بریم. let's go. داداش تو بانک میخوای بری؟ همه الان من پولشو غارت کردم، هیچی غارت نکردم. ببین میخوام یعنی این آخرین مرگم باشه ها تو جی تی ای. آخرین مرگم باشه یعنی یا من بیشتر به خاطر همین موتور مردم. چه جان سینایی دارم میرم. آخلا یه ماشین از اینجا بیاد فقط. پدرم در اومده که همین راه مستقیم برو تا پیش خدا برسی. عجیبه که نموردم. عجیبه که نموردم خیلیه. پس از این بعدم نمیریم. خب اوکی یه موضوع باش رو علی چون این مغازه سیمیان منظورم بود. درش بازه بریم پدرش رو در بیاریم. نمیشه که باز نیست. نامسته هم نمیشه درش. موتور عوض میکنم بچه ها. اوکی آقا این آخرین مرگمه. اگر بمیرم دیگه همینجا ویدیو تمومه. این آخرین مرگم. اگرم باید رد کنم که رد نشدی ولی خدا مواظب باش. لابو مواظب باشید. چیت لابو چیت. الو بچه بایستا برسی بالا دیگه. لامصب ای خدا جایره. خب آقا let's go. آقا این ایا let's go. صد میدم میمیرم. قطارم اومد به موقع. اوی بد شد ایده ویستد. خیلی خوب مردیم دیگه. اوکی حالا تار کردن تصویر با کپکات. دن بیا دیگه. تازه الان جامپش اومد داداش. وقتی که میمیریم متنجای ممکن اسپان شدیم بچه ها. یه سویچ بیم مایکی ببینیم چیکار داره میکنه. مایکی که تو خونه لم داده در حال خوابیدن و چرت زدنه. الان یه دفعه‌ای مثبت 18 میشه که بله. حالا بخیالا بالاخره حالا یه کوچم رو بشید فعلا. حالا بریم سویچ میکنیم رو تلول. بچه ما کم کم باید بریم دیگه. فکر کنم اینم که داره با یکی دعوا میکنه دیگه. 100 میدم. اینم گفتم داره با یکی دعوا میکنه بی حکمت نیست گفتم. خب آقا بخیال. اینم داره میره سندی شورز. اما فرانک سویچ میکنه. سویچ میکنه. خب آقا اومدیم ما دوباره برگشتیم. آقا ایا آقا یه دقیقه اینم دسته کنسولم. خیلی عادی. خب آقا فعلا
خب آقا بالاخره اینو بذار کنار دیگه، حرف بزن دیگه، خود قضیه بکن بریم. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. والا نیم ساعت شد، 25 دقیقه شد، فقط گپ زدیم با هم دیگه. هرچند بازی هم دیدیم نقش باده کیفیت چنلش حتما به دیگه اگر دوست داشتی معرفی کنید چنلمو. بعد دیگه لایک سابسکرایب فرمایی نشه. دوستتون دارم. یادتون نره که چنل علیو ببینید، تازه شروع شده ویدیومون. احتمال داره یه چالشی هم بذاریم، مثلا با نمیدونم اهورا و علی که پسر خالم، اهورا هم دوست والیبالمه دیگه. نمیدونم کیا دیگه مثلا بگم بیان که قراره تو ویدیوهای چالشیمون آشنا بشید باشون. پس یادتون نره که حتما این ویدیوهایی که گفتم ببینید. تا ویدیوی بعدی به خدا بزرگ بیشترمتون. کات